وای چقدر خوشحالم میبینم، چقدر این لحظه رو تصور کرده بودم. مرسی. چرا حرف نمیزنی؟ تو چت که خیلی راحت بودی، صدا تو تا حالا نشنیده بودم. میشه اینجوری حرف میزنم؟ ساعت 2 شد، من مرخصی ساعتی گرفته بودم که ببینمت. یه روز که دیگه مرخصی کامل گرفتم میام میبینمت. من رفتم، خدافظ. اینجوری پشت گوشی عاشق بودی؟ چه زود قضاوتم کردی؟ چی؟ فقط میخواستم بدونم اگه یه نقص کوچیک داشتم بازم همون آدمی توی چت میموندی یا نه، ولی جوابمو گرفتم. رها من فقط چی؟ فقط میخواستی بدونی میشه پیچوند یا نه؟ تو پسر خوبی هستی ها، ولی من دنبال یه چیزی بهتر از ظاهر خوبم. محبت وقتی ارزش داره. مردی تو صبر داشته باش، مثل همیشه فرق داشته باش.